خیلی زیاد سلام. سلام. اول ما بیا موزیک گوش بدیم با هم. زمان در من خواهد مرد و من در زمان هم خود زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خود تا زمان در مرد و من بر زمان خواهم خود زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خود. خب سلام دوباره. اینجا آموزشی در کار نیست، چون ما آموزش ندیدیم و همه چی رو با تمرین یاد گرفتیم. حتی در زمانی که آکادمیک دنبال میکردیم تمام این مسائل هنری رو، اون موقع هم آنقدر آدم قدی بودیم که فکر میکردیم که باید خودمون یه هیولای گنده خیلی عجیب غریبی باشیم و همه دارن اشتباه میگن. بگذاریم. در حال ساخت این کار سیمی میخوام براتون یه داستان تعریف کنم از خودم. هنوزم یاد نگرفتم که جلوی دوربین درست داستان تعریف کنم. حدود 13 یا 14 سال پیش وقتی که نوجوان بودم و کلم بسیار باد داشت، با تموم که نه، یه سری از اعضای خانوادم توی زمستون رفتیم جنگل. البته این داستان کاملا با زبان محلی باید تعریف شه و من نمیدونم کی قرار اینو ببینه. من فارسی میگم. با تمام باز نه، یه بخشی از اعضای خانوادم رفتیم جنگل برای تفریح. برف بود، بخشی از جنگل تا کمر برف بود، بخشی هم تا زانو. ما که کمی تفریح کردیم به بابامون گفتیم که ما میریم این تپه رو رد میکنیم، جاده جنگلی که خیلی پرپیچه، و گفتیم میریم از اون تپه میایم پایین و به جاده میرسیم. شما که سوار ماشین شدین جاده پایینی ما رو سوار کنیم. من تپه رو که رد کردم دیگه به خانواده رو ندیدم.
کمی قدم زدم به سمت توی سراشیبی و زیر پام خالی شد که کمی اولش سر خوردم نگو که رودخونه خیلی کوچیکی زیر پام یخ زده و من اینو سر خوردم و از دره پرت شدم. هنوزم نمیدونستم که از دره پرت شدم و یه اتفاق عجیبی برای بدنم افتاد، مثل اینکه بهم حمله شده. نگو افتادم توی یه حوضچه طبیعی آب و یه جورایی کل تنم یخ کرد. از اون حوضچه طبیعی آب خودم کشیدم بیرون و سعی کردم که خودم رو به کناره جایی برسونم که آب نباشه. بالا رو نگاه کردم، دیدم یه ارتفاع 10-15 متر، شاید 20 متر دروغ از من، یه عدد خیلی زیادی بود اون لحظه‌ای که من اونجا بودم. پایین رو نگاه کردم، دیدم باز دره است، یه دیواره گیاهی که پر از تیغه، ما بهش میگیم از ملک. اونو گرفتم و خودم رو کشوندم آوردم کلن از اون حوضچه دور کردم و دیدم که جاده‌ای که میخواستم بهش برسم اون ور تپه است. دره رو افتادم به سمت پایین، و سعی کردم خودم رو برسونم به جاده و متوجه شدم که این دره همینطور ادامه داره و من هیچ وقت قرار نیست به سمت چپ این دره بتونم بیام بالا و خودم رو به جاده برسونم. جنگل رو به سمت پایین اومدم، یه رد پایی دیدم، اون رد پا رو یکم دنبال کردم و دیدم که اون رد پا هم به جای خوبی نمیره. ساعت نزدیک 2 بعد از ظهر بود. به یه تایی میرسیدم که دیگه شلوارم یخ زده بود، حتی کل اعضای بدنم درد میکرد، دستم زخم بود، انقدر تیغا رو گرفته بودم. یه فاصله مثلا 7 تا 8 کیلومتر تو جنگل من پیاده اومدم. نزدیکای شب بود که من از یه محلی اومدم بیرون و برای ماشین‌های مختلف دست نگه داشتم. یه آشنایی کنارم موند، گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفت، بعد من نگاه کرد، گفت سر و وضعت چرا اینجوریه؟ گفتم هیچی، افتادم. البته اول پرسیدم که بابام اینا رو ندیدی؟ گفت که نه ندیدم. بعد گفتم من تو خونه میرسونی؟ گفت آره. رفتم از سوپرمارکت یه دونه پلاستیک زباله گرفتم، گفتم این پلاستیک رو من بدونم، بعد میام باهاتون حساب میکنم، فلانیم. به طرفم به ما داد پلاستیک، مشکلی هم نداشت با این موضوع. ما سوار ماشین شدیم و اومدیم خونه. رفتم تو حیاط، دیدم خبری نیست، ماشین پدر هم نیست. رفتم دوش گرفتم، لباسم رو عوض کردم و رفتم بالا پیش مادرم. گفت چی شده؟ گفتم هیچی، شده. بابا کجاست؟ گفت بابا اومدیم و رفت دیگه، رفت ییلاق. گفتم کجا رفت؟ گفت ییلاق. گفتم هیچی نگفت؟ گفت نه چیزی نگفت. یه هفته 2 هفته نمیدونم، یه چند روزی گذشت و ما ییلاق رفتیم، دوره هم بودیم، کنار پدرم نشسته بود. گفتم با جنگل رفته بودیم؟ آره. خوش گذشت برام. گفتم من رفتم از جاده پایینی در بیام. گفت که آره کجا رفتی؟ گفتم که راستش من رفتم
از جاده پایینی در بیام، پام سر خورد، متوجه شدم زیرم یخه، خیلی سر خوردم و پرت شدم تو دره و فلان، گم شدم. دنبالم نگشتی؟ گفت چی؟ دنبال تو؟ آره دیگه، پیدا کنی منو فلان. گفت که من سال 60 سگم آوردم راه دوری، به مثال میگفتن عباس‌آباد راه کردم، اومدم خونه دیدم خونه است. تو خوامی وچهکی، تو که پسر منی، خود می اومدی دیگه. این شد جنگل رفتن و ما دنبال ما گشتن. بعدها من یه چیزی نوشتم که میگفت پدر بزرگ از درجه سیاسی، از درجه کثیفی سیاست خبر نداشت. میگفت سالهای پیش سگم را در مسیری دور فل کردم، زودتر از من به خانه رسید. کجا مانده ای پسرم؟ در کابر حجم ها سیمی. ما یکم دیگه ببینیم میتونیم آهنگ گوش بدیم.
روزی ما همراه یکی از دوستانمون که همیشه با هم، هنوزم دوست صمیمی منه، که همیشه با هم میرفتیم جاده ییلاقی رو میرسیدیم به یه ییلاقی که یک کانکس اونجا بود، کانکس هلال احمر. نشستیم دور بچه ها حرف میزدیم، چایی میخوردیم. اونم وسط زمستون بود. رفتیم و بعد راستش تا اینجا که یادمه من خودم فکر کنم، آره من که کتونی پام بود، اون دوتا پاشون دمپایی بود، چون قرار نبود جای خاصی پیاده شیم. مثلا ساعت 2 شب بود تلفنمون زنگ میخورد میگفت که میای بریم یه لاغی دوری بزنیم و ما میرفتیم. نمیدونم چرا یواش، اگر که دارم آروم صحبت میکنم شاید به دلیل اینکه طبقه بالا خوابم و من دارم سعی میکنم که سر صدا ایجاد نکنم. ما رفتیم و رسیدیم اونجا و یه چای خوردیم و بعد اینکه خواستیم بیایم ساعت نزدیک 8:30 شب بود. البته همیشه نصف شب بود ولی اون بار ما سر شب رفتیم بیرون. فکر کنم شام هم همونجا خوردیم. کار نداریم. دوستی پیشنهاد داد، گفت که پاشیم بریم ییلاق گرسمسر و یه دوری بزنیم. فکر کنم خودم هم گفتم که برف سخت امام لباس نپوشیدیم. نمیدونم، شاید هم که دوست دیگه‌مون حامد چنین حرفی زد، دقیق یادم نیست. رفتیم پای یه کوهی که ما بهش میگیم مسجد آبجی همون خواهر. دوری زدیم و دیدیم که انقدر سرده که نمیشه پیاده شد. گفتم که پوریا اینجا دور بزن. گفتم میرم اون پایین دور میزنم میام. گفتم که معلوم نیست برف زیرش دیده نمیشه. گفت نه دور میزنم. پوریا جان رفت دور بزنه بیاد. ما هم تو ماشین نشستیم البته. رفت دور بزنه، ماشین شروع کرد سر خوردن. ماشین هی سر خورد. ما رفتیم، ماشین میرفت و ما همراه ماشین ما منتظر این بودیم که از ماشین بپریم پایین که ماشین بره ما نریم. ماشین یه صدایی کرد زیرش و یه جا گیر کرد و موند. پیاده شدیم. حالا فکر کنم من دمپایی پام بود یا نه کتونی معمولی پام بود. میدونم دوستم در پاش دمپایی بود. پیاده شدیم، متوجه شدیم که چند تیکه بلوک ما رو نگه داشته و بعدش در رست. ساعت 8 بلوک بود. اینا همه به زبان محلی خنده دارتر هست. من البته خب دنبال این نیستم که شما بخندین، برای همین فارسیشو میگم راحت تر. ما ساعت همون 8 9 10 نمیدونم برگشتنی رو یادم ساعت 2 بود، من مثلا 3 بود رسیدم خونه. ساعت ها گذشته بود. آقا پوریا تو ماشین بود و ما دوستمون حامد که اونم دوست آرتیست ما، دوستمون حامد، از سپر ماشین میگرفتیم کمی هل میدادیم، ماشین تکون نمیخورد. از کلمون میکردیم توی ماشین، یه جورایی ماشین رو بلند میکردیم. بالاخره ما ماشین رو در آوردیم از اونجا و فرداش به ما گفتن که یه تیکه از سپر ماشین در اومده. البته اون دیگه پدری نبود که بگه تو حامل بچه‌کی، وجود نداشت.
کنه که پیچیده، نه پیچیده، چرا نمیخونه؟ اینجا بذاریمش. لای سر کن راه مرا تازه‌تر کن، راه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر و زبر کن. بلبل پربسته ز کنج قفس درآ، نغمه آزادی نوع بشر سرا، وز نفسی عرصه این خاک توده را پر شرر کن، لاله سر کن. ظلم ظالم جور صیاد آشیانم داده بر باد. ای خدا ای فلک ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن، پر ثمر کن. نوبهار است گل به بار است، ابر چشمم ژاله بار است. این قفس چون دلم تنگ و تار است، شعله فکن بر قفس ای آه آتشین. دست طبیعت گل عمر مرا مچین، جانب عاشق نگه ای تازه گل از این. بیشتر کن بیشتر کن بیشتر کن، مرغ بیدل شرح هجران مختصر کن. وقتی که بچه بودم پرواز یک بادک می بردت از بامهای سحرخیزی پیک تا نارنجزاران خورشید. وقتی که بچه بودم خوبی زنی بود که بوی سیگار میداد و اشکهای درشتش از پشت عینک با قرآن می‌آمیخت. آن روزهای رنگین، آن روزهای
بچه بودم آب و زمین و هوا بیشتر بود و جیرک شبها در خاموشی ما آواز میخواند. وقتی که بچه بودم در هر هزاران و یک شب یک قصه بس بود تا خواب و بیداری خوابناکت سرشار باشد. آن روزهای رنگین، آن روزهای کوتاه، آن روزهای رنگین، آن فاصله های کوتاه، آن روزها آدم بزرگ‌ها و زاغ‌های فراق اینسان فراوان نبودند. وقتی که بچه بودم مردم نبودند. آن روزها وقتی که من بچه بودم غم بود، حمام. آن روزها آدم بزرگ‌ها و زاغ‌های فراق اینسان فراوان نبودند. وقتی که بچه بودم مردم نبودند. آن روزها وقتی که من بچه بودم غم بود، اما کم خب من قرار بود یه سری خاطراتم رو براتون تعریف کنم این وسطا. الان داشتم به این فکر میکردم که چرا من قبل اینکه این دوربین رکوردش رو شروع کنه یه عالمه خاطره داشتم و همیشه یه عالمه خاطره دارم و الان دیگه ندارم. یه دوره‌ای ما در زندگیمون از یه سری حیوانات وحشی نگهداری میکردیم. یه خاطره‌ای دارم از نگهداری مار پیتون با دوست صمیمی فرزین برزگر که البته بخش زیادی از کار با حیوان رو من از ایشون یاد گرفتم. اینجا شد دیگه آدم زیاد عقده‌ای نبودم واقعا. کلا آدم عقده‌ای نیستم ولی خب دوست دارم که خودم تلاش کنم. نمیدونم حالا هرچی شایدم باشه. ولی اینکه آره مار پیتون، البته 3 مار پیتون بود که اون روزا ما باش کار میکردیم، ازشون نگهداری میکردیم. این بهتره این جمله رو گفتم بعد بگم باشون کار میکردیم الان میگیم که فلان میکردین، آسیب میزدین، نمیدونم در اسارت نگه میداشتیم. در اسارت که نگه میداشتیم مجبور بودیم چون رهاش میکردیم میمردن. حیوانهای در اسارت بزرگ شده بودن. یه باری یکی از این مارا، من فکر میکنم که قبلش یک گربه یه پرشینکتی رو بغل کرده بودم و تنم بوی گربه میداد. این مار پرید سمت من بعد اینکه من خواستم یه مار رو جابجا کنم و گربه اونجا نبود، ولی چون تنم هنوز بوی گربه میداد یا هر چیز دیگه ای که مار حس کرده بود، مار پرید سمت ما رفت که ما رو بگیره به عنوان شکار. البته الان نگین که مار پیتون میخورد خودش را هم سایز میکند، نمیدونم چیکار میکنه. نه نمیتونه بخوره، حداقل منو نمیتونه بخوره. کار نداریم. ما رو گرفت به عنوان شکار، ما رو گرفت و ما در تلاش این که
خودمون رو ازش جدا کنیم و ایشون در تلاش این که ما ازش جدا نشیم. و من وسط این درگیری من با مار، هر وقت که یه مار خیلی سنگین و قدرتمندی که شما رو گرفت، اگه به شما حمله کرد و دور پای شما بدن شما پیچید، یادتون باشه که شما میتونین، نور کم کم داره میره و میگه که بخوابین. نور چشمک میزنه و اگر دور پای شما پیچید، شما اگر نوک دمشو بکشین، ما بی‌حس میشه در لحظه ای و اون توی اون لحظه میتونین شما ازش جدا شین. کار نداریم. من توی تمام این درگیری ها متوجه شدم که همکار و دوست عزیز من در اون لحظه کنار وایساده و داره داوری میکنه. من داد میزدم، میگفتم فرزین بیا اینو بگیر. و فرزین میگفت که آره خوبه، الان خوب یه خمشو خوب گرفتی، آفرین آفرین نارین. اینجوری اسمش نارین بود، زوبر نارین. چقدر بودم زود یادش میره، یادم رفت اسم اون یکی رو. ملیسا، نه الان شاکی نشین اسمتون اگر اینا هست. زوبر نارین یادم نمیاد. توی کار کردن با سیم حتما دستکش بپوشیم. من این دستکش سفید پوشیدم، راستش که خودم هم سفید پوشیدم، پشتم سعی کردم سفید کنم، میز رو هم سفید کردم که راستش کار بهتر دیده بشه. ولی خب دستکش کار بپوشین حتما، چون که سیم تیزه میره تو دستتون و واقعا آسیب زننده است و این موضوع بسیار باعث اذیت میشه. و اگر سیم میکروب داره و درد بعدش خیلی زیاده. الان ما به این فکر میکنین عفونت و اینا ممکنه باعث عفونت هم بشه، ولی نه حالا اونقدر. و اینکه من به چی فکر میکنم این چهره ها رو میسازم، راستیتش به خودم فکر میکنم. انقدر به خودم فکر میکنم و هر بار که این چهره های سیمی رو میسازم یه بخشی از خودم رو توشون میبینم و کسی جز خودم نیست. دفعه راجع به این صحبت کردم که پدر و برادر نمیدونم اسم گذاشتم براشون. نه واقعا راستشو بگم من به بخشی زیادی از خودم فکر میکنم توی این کارها و کلا هم فکر میکنم هر آرتیستی بخش زیادی از خودش رو در کاراش ارائه میده، حتی اگر که در حال کشیدن یک مزرعه است. مطمئنم که بخشی هم از خودش رو توی اون مزرعه رها میکنه و توی رنگ، توی تکنیکایی که داره روی بوم میاره. نمیدونم تونستم درست بگمش اون چیزی که میخواستم یا نه، ولی شما متوجهش بشید. امیدوارم که این یه دونه هم خاموش نشه. نمیدونم چرا این اتفاق افتاد. از مشکلات کار حرفه‌ای دیگه نور بعض وقتا میره. حتی این نور واقعا حرفه‌ای بوده و جالبه که دوتاشو از دست دادیم. البته فکر میکنم تاریخ انقضاشون گذاشته. البته تاریخ انقضاشون هم وسط کار گذاشته.
من با یکی از دوستای صمیمیم که هیچ وقت تجربه کار هنری نداشته چند وقتیه راستش واقعا کار هنری انجام میدم. از انتقال حسهاش با رنگ بر روی کاغذ گرفته چقدر این خشن شد، چه من خشنی، تا اینکه گاهی اجازه داره نقاشی کنه. و من خودم هم خیلی چیزا یاد گرفتم، اینکه یک آدم سعی کنه بشینه جلوی یک آبرنگ 24 رنگ و حسی که در اون لحظه داره رو ببینه چه رنگیه و اون رو انتقال بده روی کاغذ، حتی به صورت انداختن یه قطره، و بعد بره به صورت تخصصی مطالعه کنه ببینه که رنگ‌ها چه حسایی رو انتقال میدن و ببینه که آیا اون لحظه تجربه خودش با تحقیقی که علم بر روی رنگ‌ها کرده چقدر یکیه. البته تمام اینا نسبت به تمرکز اون لحظه و آگاه بودن انسان بر حس خودش، آگاه بودن انسان بر تجربیات خودش، آگاه بودن انسان بر وجودیت خودش، که ما چقدر به خودمون آگاهیم و حسامون رو میشناسیم، خیلی مهمه، بسیار مهمه. وگرنه تمام اون انتقال و انتخاب رنگ ها نمیشه گفت اشتباه بوده. اون لحظه تو عصبانیت خودت رو قرمز میبینی، ولی خب کلن آیا قرمز به تحقیق که در طول تاریخ انجام شده و آزمایش‌هایی که اتفاق افتاده واقعا عصبانیت میرسونه یا نه؟ این هم خیلی مهمه. نمیتونم بگم که یک میانگین گرفتن در طول زمان و میانگین آدم ها گفتن که یعنی حس عصبانیتشون مثلا قرمز بوده، نمیدونم خوشحالیشون سبز بوده و این تجربه من باعث شد که البته ایشون دوستم الان رو به سری کارهای ادیت و دیجیتال داره میاره و کار داره میکنه و من خودم متوجه شدم که یک انسانی که ماها با رنگ در ارتباط باشه چقدر اون ارتباط آنالوگش با رنگ ها میتونه کمک کنه بهش برای اینکه بتونه کار دیجیتالی، کار فنی خوب توی رنگ انجام بده و چقدر رنگا رو اینجوری بیشتر حس میکنه، بیشتر میفهمه و حتی به تو کمک میکنه که بتونه راحت‌تر حرفاتو بفهمه موقع مثلا ادیت زدن یک عکس یا ویدیو. خیلی مهمه و من توی حرفه‌ای‌ها کسایی که باشون در گذشته و حتی امروز صحبت میکنم و کار میکنم ندیدم، راستش ندیدم. و دقیقاً به جمله سالها پیش خودم که نه اینکه خودم تولید کرده باشم این جمله رو، چیزی بود که همیشه تکرار میکردم و میگفتم که تجربه آنالوگ باعث میشه که روحیه و ماندگاری کار دیجیتال خیلی بیشتر بشه که اصلا به وجود بیاد توش. و خیلی عجیب غریبه اینکه یه کسی که با لپتاپش موزیک میسازه و اون سمپلایی که کنار هم میذاره رو اون سازهای رو به صورت دیجیتال که کنار هم میذاره رو قبلا حسش کرده باشه یا هنوز هم نوازنده اون سازها باشه و اون کاری که اون آهنگسازی که در این سطح کار میکنه با آهنگسازی که تنها فقط همه اینا رو به صورت دیجیتال یاد گرفته که کنار هم بذاره، زمین تا آسمون از نظر من فرق میکنه. البته همین جمله من هم نقد داره، بذار برخوردها باش میتونه بکنه، من حتی خود من هم میتونم باش هزار برخورد بکنم، ولی چیزی که تاریخ همون موزیک ما دیده، موزیک هایی که کاملا به صورت آکوستیک و آنالوگ در اومدن و بعد دیجیتال شدن، ماندگاری، تاریخ انقضای
بیشتری داشته، میتونم بگم طول عمر بیشتری داشته یا اصلا تاریخ انقضا نداشته و ما 100 سال ازش گذشته، 200 سال ازش گذشته، هنوز داریم بهشون گوش میدیم، هنوز دوباره تولیدشون میکنیم، کاورشون میکنیم، نوع دیگری اونا رو میسازیم و امشب من خشنی داره، مثلا ناراحت شدم این لامپا خاموش شد. نه همیشه از این که یکی از وسیله هام ناراحت میشه، یکی از تجهیزاتم حالش خوب نیست، ناراحت میشم. الانم ناراحتم که وسط این کار تجهیزاتم رو نسبتا از دست دادم و من کلا چون آدمی نیستم که کار رو ول کنم. این ویدیو رو هم قطع نکردم که شما هم با من سهیم باشید. اینم یه من جدیدی، امیدوارم که خوشتون بیاد از این ویدیو، حتی اگه 2 دقیقه رو نگاه میکنید. شب شما بخیر. الان شبه، اینجا شبه. خداحافظ.